قصه ما مثل شد. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دوستان و شنوندگان خوب رادیو مهر. همانطور که می‌دانید بهار فصلی رایش و سرسبزی است. این رایش علاوه بر این که تراوت و سرزندگی را بر تن خاک و طبیعت مرده و بیجان می‌نشاند، در روح و روان آدمی هم تأثیر عمیق می‌گذارد که حتی قابل انتقال است. گویا دلهای مرده و بعضاً کدر با آمدن فصل بهار زنده می شود و جانی دوباره می گیرد. ما نیز این فرصت را غنیمت شمرده ضرب المثل را برای امروز انتخاب کرده ایم که هم رنگ و بوی بهاری به خودش گرفته و هم به نوعی ریشه علمی و دینی دارد. تا پایان با ما همراه باشید. پوشیده نیست که ضرب المثل‌های هر قوم به طرز چشمگیر اساره خرد جمعی و نشانگر ارزش‌ها و اعتقادات دیرینه آن قوم است. از طرف برخی از ضرب المثل‌ها ریشه در تعالیم و آموزه‌های دینی دارد. مانند ضرب المثل امروزی ما که از باد بهار بهره بردار، از باد تیر ماه خود را نگه دار. در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین می‌خوانیم: غنیمت شمرید بادی بهاری را که با کالبدهای شما آن کند که با درختان شما، و بپرهیزید از سرمای خزان که با کالبدهای شما آن کند که با درختان شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولانا با الهام گرفتن از این حدیث پرمعنا و پرمفهوم غزل زیبایی سروده است که اکنون با اجرای گرم و دلنشین استادم جاوید حسینی میشنویم. گفت پیغامبر ز سرمای بهار، تن مپوشانید یاران زینهار. زانک با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سردی خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. و از آنجایی که مولانا صرفاً یک راوی نیست،
بلکه او عارفی بزرگ است که تنها بظاهر بسنده نکرده و در هر چیز به دنبال باطن و ذات آن است. سخنش را اینگونه ادامه می‌دهد: راویان این را به ظاهر برده اند، هم بر آن صورت قناعت کرده اند. بیخبر بودند از جانان گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. آن خزان نزدی خدا نفس و هواست، عقل و جان عینی بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقل بجو اندر جهان. از حدیثی اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زانک دینت راست پشت. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تازه گرم و سرد بجهی و از سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. زان کزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آکنده است. من و همکارانم از این اجرای بسیار زیبا لذت بردیم و امیدوارم برای شما دوستان و همراهان عزیز نیز پرحلاوت بوده باشد. همانطور که شنیدید، مولانا در توضیح بیشتر می‌فرماید بسیار از راویان تنها بظاهر این حدیث شریف بسنده کردند. این گروه از عالم جان بخبر بوده، چرا که کوه را دیده ولیکن گنجی نهفته در آن را که ارزش واقعی دارد ندیدند. اینچنین جسم را دیده اند ولی روح و جانی نهفته در آن را ندیده اند. و منظوری از خزان همان نفس و هوای نفس است، ولی عقل و جان عینی بهار و جاودانگی است. مولانا پس از اینکه این سخنان و مقدمات را بیان نمود، تأویل آن حدیث شریف را چنین زیبا به تصویر کشیده و مقدمات را بسیار عالی به هم ارتباط می دهد و چنین نتیجه می گیرد که دم و نفس پاک اولیا مانندی بهار است که باعث حیات و رایش می شود و هر کسی که می خواهد به کمال رسد باید که از نسیم سخنان پیامبر اسلام و خاندانشان و قرآن کریم بهره گیرد. ضرب المثلی از بادی بهار بهره بردار و از باد تیرماه خود را نگهدار به نوعی اشاره دارد به مضمون قرآنی که ما زندگان را از دل مردگان و مردگان را از دل زندگان بیرون آوردیم. یعنی رستاخیز انسان و جهان با رفت و آمد بهار و تیرماه به تماشا گذاشته می شود. در این ایام که برابر با بهار شده است، چی بسا جسم و تن ما آدمیان هم از همین طبیعت نشأت گرفته به سمتی بهتر شدن از تغییر و تحول بی بهره نباشیم و به خداوند نزدیک و نزدیکتر شویم. امیدوارم برنامه امروز مفید و مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و من و همکارانم را در لحظه‌ای که دلتان شکست از دعای خیرتان محروم نسازید.
در پناه خدا سلامت و تندرست باشید.